پلیس ولایت چلیابینسک روسیه روز 7 فوریه سال 2024 با نشر یک گزارش ویدیویی در صفحه‌اش در کنتاکت از بازداشت 24 زاده تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان با اتهام قاچاق مواد مخدر، مصادره 5 کیلو هیروئین و متادون به مبلغ 15 میلیون روبل از اعضای این نرکمافیا و تحت جستجو قرار دادن نرکبران اساسی و دو شریک دیگرش خبر داد. فعالیت یک سازمان جنایتی قاچاقبر مواد مخدر که اعضایش شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستانند پیشگیری کرده شد. 24 نفر به حبس گرفته شد. تشکیل کننده این تجارت مواد مخدر و دو یاردمچی او تحت جستجو قرار داده شدند. گفته می شود در اطلاع پلیس در ویدیو نشر شده دیده می شود که افراد متهم به قاچاق مواد مخدر را با کمک نیروهای مسلح روسگواردیا دستگیر کردند، اما منزلی که آنها را دستگیر کردند از قصر نرکبرانها دیده بیشتر به خوابگاه عادی مهاجران شباهت داشت. خود دستگیر شدگان و یا نزدیکان آنها برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فریضه پلیس اعضای این گروه در دست کم 75 جنایت مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر گمانبر دانسته میشوند. به اطلاع تفتیشات رهبران این نرکمافیا که نامش نشر نشده است از خارج روسیه کارهای زیردستان خود را نظارت و هماهنگ میکردند. او از جمله منبع‌های به دست آوردن و فروش مواد مخدر را پیدا میکرد و بعد به فروش زدن مواد مخدر فایده به دست آمده را بین زیردستانش تقسیم میکرد. گفته میشود ساختار داخلی این گروه قاچاقبر مثل یک کارخانه منظم شده بود و در آن برخی همچون مدیر شعبه ها، برخی به حیث اپراتور، کوراتور، انتقال دهنده مواد مخدر بین منطقه های گوناگون، انباردار، زکلاچک ایفای وظیفه میکردند و این نرکمافیا حتی منیجرها اوید به مسئله های کادری هم داشت است که وظیفهشان جلب اعضای نو برای پنگ کردن مواد مخدر بوده است. به گفته پلیس چلیابینسک این نرکمافیا نه تنها در قلمرو این ولایت بلکه همچنین در ولایت مسکو، سوردلوفسک، کورگان، سمارا، پرنوهت و در شهر مسکو هم فروش مواد مخدر را برا گذاشته پنهانگاه‌ها درست کرده بود. نسبت 27 عضو نرکمافیا با اتهام قاچاق مقدار زیاد مواد مخدر و تشکیل اتحاد جنایی پرونده جنایتی گشودند. به آنها طبق قانون‌های روسیه همچون جزا از 15 تا 20 سال زندان تهدید می‌کند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و شیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در زندان‌های روسیه ادای جزا می‌کنند، تقریباً چهارکش برای جنایت‌های مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر زندانی شدند.